گوگل، برنامه‌ای که بعد از اینکه مدرسه ها تموم شد خیلی وقت ازش استفاده نکردیم چون قرار نیست یه تکلیفی ازش بنویسیم، اما این بار اومدم با گوگل عزیز و بزرگوار که ببینیم مرد سیگما چه ویژگی هایی داره. الان یه درس مهمتر از درس‌های معمولی داریم که اینکه بفهمیم مرد سیگما چه ویژگی داره. خبرنما سایت خبر اومده اینو پوشش داده. چی در این مورد قشنگ مرد سیگما اصطلاحی است که برای توصیف مرد معمولی موفق، جذاب، ساکت و متکی بر به خود استفاده می شود. مردهای سیگما گرگ‌های تنها هستند. آنها خیلی از ویژگی‌های مردان آلفا را نیز دارند. در واقع برخی حتی ممکن است استدلال کنند که این مردها ترکیب خاصی از ویژگی‌های شخصیتی را در خود دارند. ویژگی‌های سیگما: او گرگ تنها، گرگ تنها داره. اگه چطوری بشیم یار من مرد سیگما متکی بر به خود است. مردان سیگما مستقل و متکی به خود است. یعنی مرد سیگما آدم متکی بر عمل خود است، یعنی قضاشو یکی درست نمی‌کنه، چه می‌دونم کار دیگه یکی. مرد سیگما ماجرات. مردان سیگما تمایل به جستجو و کنکاش دارند، در حالی که آنها می‌توانند با خیال راحت در خانه‌شان زندگی کنند، اما تمایل زیادی به ماجراجویی دارند. یعنی چی آقا؟ من نمی‌فهمم چطور فرق اون کسی که سیگما و تو خونشه چطوری داره ماجراجویی می‌کنه. یعنی مثلا من اونجا خوابم بعد ماجراجویی هم می‌کنم، اما تمایل زیادی به ماجراجویی دارد. مرد سیگما با ویژگی شخصیتی که سیگما شجاع است و با خونسردی با خطر روبرو می‌شود. او تشنه اطلاعات جدید است. مرد سینگما نوشته اسکو سایت خبر ازت شاکی هم چرا نوشته سینگما تقلب می‌کنیم، اینقدر بدجور تقلب نمی‌کنیم، تقلبی درست میگه حداقل توی تقلب هیچ کاری نمی‌کنیم. سیگما بدون قول دیدگاه‌های جدید، مکان‌های جدید و فرهنگ‌های مختلف است. باعث اینجا فوش نشه فرهنگ‌های مختلف، یعنی مثلا مرد سیگما میره چین، میره مثلا آفریقا، فرهنگ‌های مختلف رو تجربه در اون گرایی از ویژگی‌های مرد سیگما است. من مرد سیگما برخلاف مرد آلفا، مرد سیگما یک درونگرا است. حاجی من درونگرا هم تقریبا، ولی منم سیگما. گرچه او میتواند خیلی زود با دیگران صمیمی شود، اما گوشه‌ای تنهایی‌اش را به جمع دیگران ترجیح می‌دهد. خودم وقتی یه فامیل رو می‌بینم تنهایی‌اش را به جمع دیگران ترجیح می‌دهد. او به مکانی زمان نیاز دارد تا با خود یک تازه مردم سیگما اعتماد به نفس بالا. معمولا مردی که درونگره اعتماد به نفس بالا نداره. یک مرد سیگما بوده زیرا مردان دیگران رو تحت تاثیر قرار
گرفتن مقام نفره کار میکنن اهمیت نمیدن، یعنی یک کارمند دیگه طبیعت. اما به این معنی جو حد مرد سیما موفق این حالا که حالا برم یاد بدید که چطوری سیما هم موفق هم جاه طرف نمیشه اصلا بود مرد سیما بدون تشکیل دیگران و با میل انگیزه خودش تلاش کنن جای تعجب نداریم. چقدر شعار من توی چه میدونم هر کتابی که خوندم همین شعار رو داده، از آخرم بخوندن اون کتابای انگیزشی به هیچ جایی نرسید. Thank you.